یعنی برای کسایی میگم که حالا کار زیبایی انجام میدن یا میخوان کار زیبایی انجام بدن، آیا واقعا بوتاکس زدنش باعث میشه که بعد از چند سال صورت افراد دچار افتادگی بشه؟ جوابش دو تا عامل برمیگرده. عامل اول سبک قدیمی که بوتاکس تزریق میشد که خب با فیکس کردن پیشونی در واقع شما عضله رو دچار آتروفی میکردید، کسایی که اصلا نمیتونن هیچ حرکتی به صورتشون بدن و هر عضله‌ای که دچار آتروفی شدن بشه قطعا افتادگی ابروها و افتادگی صورت رو ایجاد میکنه. اما تو نسل جدید این مشکل برطرف شده و معمولا بعد از تزریق بوتاکس هم صورت شما دچار حرکت هست. این نگرانی در واقع جایگاهی نداره، اما خیلی از افراد هم میگن که ما بعد از اینکه سالها بوتاکس انجام دادیم صورتمون دچار افتادگی شده. خیلی از شماها پدر مادرهایی دارید که هرگز تو زندگیشون بوتاکس نکردن، اما وقتی به صورتشون نگاه می‌کنید می‌بینید که کاملا صورتشون دچار افتادگیه، ابروهاشون داره میفته، خیلیشون نیاز به بلفارو دارن. پس شما چه بوتاکس رو انجام بدید چه بوتاکس انجام ندید، افتادگی به مرور زمان، به گذر زمان اتفاق میفته. اما این افتادگی علت اصلیش اصلا بوتاکس نیست. از بین رفتن چربیایی که تو قسمت شقیقه تو قسمت پیشونی وجود داره باعث میشه این بافت شل بشه و این شل شدن باعث میشه که آروم آروم صورت تو همه نواحی به سمت پایین حرکت کنه و توی ناحیه پیشونی و اطراف چشم افتادگی رو ایجاد بکنه. به خاطر همینه که وقتی ما توی ناحیه شقیق فیلر تزریق میکنیم میتونیم کمی ابروها رو بالاتر ببریم. پس علت افتادگی رو دقیقاً میخواید بدونید میشه گذر زمان. اما که خیلی از افرادی که اصلا بوتاکس نزدن تا الان هم نگاه میکنید دچار افتادگی پلک، افتادگی صورت هستن و نیازه که جراحی لیفت انجام بدن یا به هر طریقی با اضافه کردن لیفت به صورتشون ایراد رو برطرف کنن.